ما یک گروه سربازان قشون‌های سرحدی مجبور شدیم با شما پیشوای خوب لعنت کرده الله شکایت نماییم. ما حمایتگران وطن همیشه تیار هستیم برای حمایت وطن جان خود را فدا کرده آرامی و بی‌خطری مردم کشور جان و جانمان را تامین نماییم. اما با فرمان نو وابسته سردار قشون‌های سرحدی رجب علی رحمان ما نه تنها از مردم تاجیکستان بلکه از جان خود دفاع کرده نمیتوانیم، زیرا ما را فرمان دادند که در یگان حالت به سرحدبانان قرغیز مقاومت نشان ندهید. در حالت مقاومت نشان دادن با ما تریبونال حربی تهدید میکند. کماندیران نوابسته ما تکرار به تکرار آید به فرمان سردار قشون‌های سرحدی با ما تاکید میکند. محترم خب لعنت کرده الله رحمونов، وقتی که ما فرمان کشودن آتش را نداریم پس خیلی از جان خود و از امنیت مردم تاجیکستان که وظیفه اولین درجه ماست دفاع کنیم. این بار اول نیست که سرحدبانان قرغیز و حتی مردم ملکی قرغیزستان نسبت ما دغلی ناحرمتی و حتی زوری را روا میبینند، زیرا چنین فرمان دارند. اما ما مجبور هستیم که با فرمان کماندیر خود اطاعت کرده از شأن و شرف خود حمایت نکنیم. حادثه دیروزه که با یک همیراخ ما از تیر قرغیز به هلاکت رسید کاسه صبر ما را لبریز کرد. ما دیگر نمیتوانیم این طعمه تیر قرغیز شویم. امروز حالت روحی سربازان و قشون‌های مخصوص که برای دفاع سرحد روان شدند در سطح خیلی پست بوده. افسران و سرحدبانان از چنین حالت کار خیلی ناراضی‌اند. افسران خیلی راه افتاده هستند. ما نمیدونیم با مردم محلی چی جواب دهیم، زیرا وظیفه خود را با پررگی اجرا نکرده ایستادیم. حربیان قرغیز اقدام میکنند، یکم به سوی ما تیر میکشند، ما رو میکشند و باز خودی ما را گناهکار میکنند. وقتی ما در همه حالت گناهکاریم پس بهتر نیست که ما نیز مثل آنها رفتار کنیم و حادثه های ننگین را پیشگیری کنیم. ما میدونیم که سبب این همه گذشت ها فرمان ها خلل وارد نکردن به قاچاق و سودجویی و دیگر تجارت های غیر قانونی که شرکت فراز با واسطه قرغیزستان میکند از جمله به پرداخت باج و گمرکی وابسته است. هیچ کسی نیست که پیش این جنایتکاران را گیرد. تا زمانی که به این جنایت چشم میپوشیم که تجارت غیر قانونی آنها به امنیت تاجیکستان یک پارچگی آنها خطر ایجاد نمیکرد. اما هر یک کردار حد و سرحد سرخ خود را دارد. امروز این افراد منفعت شخصی مالیوی خود را از منفعت به خطری دولت بالا گذاشته خط سرخ را عبور کردند که این خیلی به امنیت دولت خطرآور است که نادیده گرفتن این خائنی نسبت ملت و دولت است. اگر ما برای منفعت این نفرهای منفعتدار از زمینهای تاجیکستان دست کشیم فردا تاریخ ما را نخواهد بخشید. رحمانوف اگر گفته ایستم که تا دوشنبه را بیاین، اگر ای طرف افغانو بیان تا ایسنا طالب را تا رودکی را ایس تا ورزو اگر بروان قرغیز قطعی ازبکستان بگیره همه را ایس را گرد بیان هم دوشنبه دمونه با وزیر خارجهش میبره یا گپ دیگه میزنه که برای دولت آینده تاجیکستان همین دوشنبه داشتن خیلی مهم بود. اگر پیشوای ملت گذشت نمیکرد دوشنبه را هم میگرفتن. برای رحمانوف یگان چیز ارزش نداره، نه ای وطن، نه ای خاکش، نه سرزمینش، نه یگان چیز ارزش نداره. شما خوین میگه رحمان فخوین گفته است شما فراز خود شای شرکت فراز ای شمسلو فکر نکنی شمسلو اداره کرده است شرکت فراز ای خدی آی رحمان فای این رحمانوف برای تجارت منفعت خود شای. وقتی که ما تو امروز میگفتیم که یعنی که منفعتی رحمان و منفعت اویلش بعضی باور نمیکردن. مرحمت اینه که فهمیده است که سرحدبانایی که هر روز در مرز چتگان میبینن که شرکت های فراز ماشیناش میگذرن میرن میان چی نوشته هستند. همه میدونند که این نفرها منفعت دار با بهانه جنگ نشود ولی در اصل در فکر تجارت حرام خونالود خود هستند. نام تاجیک را پس زده ملت و وطن را شرمنده کرده و چشم شما جناب لعنت کرده الله خاک پاشیده قرغیز را دوست خوانده گذشت کرده زمین و آبهای تاجیکستان را فروخته ایستادند. محض با فرمان آنها ما سرحدبانان شرف خود و شرف ملی را حمایت کرده نمیتوانیم. آنها فراموش کردند که این رفتار آنها خطر بزرگ به تاجیکستان دارد. شاید بعد یک سال قرغیز دعوای همه ولایت سوق ناحیه مرغاب و لخش را کند. آیا تاجیکستان را به مرغاب و لخش سوخت مرغاب لخش تصور کردن میتونه؟ رحمانوف تمام چیزا تصور کرده میتونه. تنها پل باشه، تنها همین دومودا بشمار باشه، گریماش باشه، تمام دیگه یگون چیز برای رحمانوف مهم نیست. از شما لعنت کرده الله بچه میرم گروسوخته که کفیل کفیل یک پارچگی تاجیکستان کمترش می‌نویسیم. تری گپای غلط ننویسید. سرحدبانو خواهش میکنیم که پیش روی این خائن ملتان را گرفته شود و ما فرمان داده شود در حالت ایجاد خطر به جان ما یا جان شهروندان تاجیکستان از طرف حربیان قرغیز آتش کشیم. من اجازه دادم همین قرغیز اومد اگر یگان کارت کردنش بزنیش و یگان کس گوش نکنه به خدا یگان کس گوش نکنه. رحمانوف هیچ فایده نداره. همین دیدی که یگان کس به جان خطر داره تو رو باید اخرت حمایت کنی، از شهروندان تاجیکستان حمایت کنی.
ягон проблема нест. 4 та цистерна фароз вақти гузаштан агар ягон куркине ки ягон гап шава дига тамом худохоа кортеж мешава мерава ҳама. Шумо як куркине ҳамин маводи мухаддири ҳамун фароза зоира ҳамунро ягон куркине яъне ки ҳамун местана хаждениёшно биёве я аловшу бузане ягон куркине сарҳадмоно худохоа хела кор хуб мешава.